من 4 سال پیش قبلا پین دندونا رو کاشته بودم، ولی به خاطر محدودیت زمانی و اینکه خارج کشور هستم نتونسته بودم اون تاجش رو بذارم و این بارم که اومدم فقط 6 روز فرصت داشتم. به چند تا از دکترای که قبلا باشون کار می‌کردم مراجعه کردم، ولی متاسفانه بازه زمانی من خیلی مچ نمی‌شد به خاطر اینکه باید میرفت لابراتوار برمیگشت و ظاهرا حداقل 4 هفته زمان می‌برد. تا اینکه خب من پدرم قبلا خدمات دکتر رسیده بودن، اومدم اینجا. روز اول همون روز اسکن سه‌بعدی کردن ظاهرا و 3 روز بعد این کار آماده شد. من همین الان که شاید دکتر میرم هر دو رو کاشتم و توی بازه 3 روزه نیم‌کامل کامل انجام شد. خیلی برام جالب بود این زمانی که خیلی کوتاه بود و سیستمی که استفاده می‌کردن و اسکن سه‌بعدی کیفیت که فعلا ظاهرا خیلی خوب بوده. حالا حتما در 1 سال آینده حتما شما رو آپدیت می‌کنم. Sabo B Digital Dentist